سلام عرض میکنم خدمتتون دوستان همکاران گرامی. یک مسئله راجع به گوده های اصلی خدمتتون عرض کنم. گوده اصلی فونت و نوشتارش که مشاهده میکنین نوشتار قبلی خود کارخونه هستش، هنوز فونتاش عوض نکرده. بسته بندی همون بسته بندی شکل سابق هستش و پرس ها داریم مشاهده میکنیم. پرس اصلی خود کارخونه به این صورت دست طرف یک اندازه 2 تا خط برش در هر دو طرف داره که یک مدل هستش و پشت کار که برگردونیم پشت کار هم به این صورت نوشتاری انگلیسی، عربی و ارزم به حضور شما کنم که زبون روسی رو هم داریم. حالا برچسبایی که دارید میبینید اینجا برچسبای سریال کارخونه